چقدر رایگان میمیریم، چقدر بی ارزش میمیریم. مرگ ما امروز نه زمینی نه زمانی برو گریه میکنه. الله تعالی نسبت به بعضی افراد میگه مردنشون انقدر رایگانه که گویا زمین و زمان به مرگ اینا و اینا بودن و نبودنشون برای همه یکسانه. نه آسمانی بر اینا گریه میکنه نه زمینی. یه زمان اینطور خوب زندگی میکردیم، یه زمان ما امت اینطور بودیم. سعد بن معاذ وفات میکنه، رسول پاک میگه احتز عرش الرحمن. حضرت معاذ 3 سال بگمانم یا 4 سال بیشتر از اسلامش نگذشته بود که شهید شد. اما رسول الله فرمودیم با 3-4 سال زندگی اینطور خوب زندگی کرد و برکت الله تو عمرش گذاشته بود که عرش الهی به تکان. چه خوب زندگی میکردن. بعد از مرگ شد تمام فرشته های ملائکه اعلی اونها رو میشناختن. زندگی میکردن. وقت وفات رسول الله میگفت عرش الله به تکان.